درود بر شما عزیزان ورزش دوست. امیدوارم هر جای این کره خاکی هستید حال دلتون خوب باشه. مانچینی با 10 دستیار برای قهرمانی آسیا. لشکرکشی مربی سابق ایتالیا به خاورمیانه. روبرتو مانچینی با قراردادی به ارزش 90 میلیون یورو همراه با 10 دستیار مربی عربستان خواهد شد تا این تیم را قهرمان آسیا کند. روبرتو مانچینی اگر اتفاق خاصی رخ ندهد به عنوان مربی جدید تیم ملی عربستان معرفی خواهد شد. او بعد از کنار رفتن از هدایت تیم ملی ایتالیا نزدیکتر از همیشه به عربستان است. گازتا دلو اسپورت امروز در این باره نوشت بیشتر از عربستان سعودی شبیه ایتالیای سعودی است. ما تقریباً در جریان جزئیات هستیم. روبرتو مانچینی در آستانه مربیگری عربستان است و تمام کادر فنی ایتالیای قدیمی خود را با خود خواهد آورد. مطلقاً همه را، 9 و یا شاید هم 10 نفر. در چند روز اخیر در واقع یک نقطه عطف رخ داده است. مربی سابق آتزوری تصمیم گرفته که این پیشنهاد را به آن دسته از همکاران همیشگیش، حتی کسانی که قراردادشان توسط فدراسیون فوتبال ایتالیا تمدید نشد نیز ارائه کند. آلبریگو اوانی، معاون او و ماورو ساندریانی از جمله این افراد هستند. حرکتی که میتواند از منظر اختلافات حقوقی نیز تأثیر داشته باشد. بنابراین مانچینی میتواند ادعا کند که با ایتالیا ادامه نداده است، زیرا افراد مورد اعتماد او دیگر آنجا نبودند. اولین تماس‌ها در ژوئن، البته اثبات این ادعا بسیار دشوار است. در همین حال مذاکرات با عربستان، خواه قرارداد امضا شده باشد یا نه، قبل از اینکه صحبت از چارت سازمانی جدید در FIGC یعنی فدراسیون فوتبال ایتالیا شود شروع شد. در واقع اولین تماس‌ها به اواخر ژوئن و بعد از لیگ ملت‌ها برمیگردد. فدراسیون فوتبال از همان ساعت اول به خواسته های این مربی عمل کرده است. بیایید مورد آتیلیو لومباردو را در نظر بگیریم که 3 بار استخدام شد. ابتدا به صورت نمادین در مارس 2019، سپس برای قهرمانی اروپا تایید شد و در نهایت به درخواست مانچینی تا روز پایانی حضورش در تیم ملی او همراهش بود و همچنین در آخرین مورد بحث مانچینی تمام خواسته هایش را به دست آورد. بارزالی و گالیاردی، اعضای تیم فنی مانچینی در عربستان. اینها با مربی سابق ایتالیا به عربستان سعودی می روند. اوانی، سالسانو و لومباردو کادر فنی، گالیاردی تاکتیسیان، مربی دروازه‌بان‌ها باتارا، اسکاناوینو و دوناتلی بدنسازها، نوچاری و ساندریانی. علاوه بر این آگوستینو ماساژور هم در این فهرست وجود دارد که خودش در حال حاضر در عربستان کار می کند. به اینها باید مدیر فنی ایتالیا لل اوریالی که حتی پیش از آمدن مانچینی در آتزوری حضور داشت را هم اضافه کرد. این احتمال وجود دارد که او از ایتالیا خارج شود و در عربستان سعودی مستقر شود. اوانی بعد از ناکامی در رسیدن به تیم زیر 21 سال و رد حضور در تیم ملی بانوان از همکاری با فدراسیون خارج شده بود. ساندریانی که سابقاً همکار فنی کنته در یووه و سپس در تیم ملی بود هم به همراه مانچینی به تیم ملی بازگشته بود. مانچینی که در عرض 2 سال و نیم تا جام جهانی 2026 در عربستان تقریباً 90 میلیون درآمد خواهد داشت، باید این روزها با کارکنان خود دیدار کند. یک جلسه سازمانی برای تعریف همه جزئیات و آماده شدن برای امضای قراردادها. انتظار می رود که فرستادگان خاندان سلطنتی عربستان سعودی هفته آینده در روم حضور داشته باشند تا روند رسیدگی به پرونده را پایان دهند. تاریخ ارائه هنوز انتخاب نشده است، اما باید هفته آینده کنفرانسی با مانچینی در ریاض برگزار شود. سپس کارکنان و تیم باید به انگلیس بروند، زیرا اولین بازی در 8 سپتامبر با کاستاریکا و 12 سپتامبر با کره جنوبی در نیوکاسل به عنوان بخشی از یک تور آماده سازی برای مسابقات مقدماتی جهانی و جام ملت‌های آسیا که بین ژانویه برنامه ریزی شده است.
و در نهایت ماه فوریه در قطر، درست جایی که سال گذشته با ایتالیا نرفت. ادای احترام به ستاره رئال، همه به خط شدند. درخشش جود بلینگام، ستاره جدید رئال مادرید، واکنش بسیاری از بازیکنان قدیمی و جدید این تیم را به همراه داشت. رئال مادرید شب گذشته باز هم با درخشش جود بلینگام موفق شد در سومین دیدارش در فصل جدید رقابت‌های لالیگا برابر سلتا ویگو به پیروزی برسد. معصومیت وینیسیوس جونیور در دقایق ابتدایی بازی کار را برای این تیم دشوار کرد، اما در حالی که فرصت زیادی تا پایان بازی باقی نمانده بود، بلینگام باز هم به داد تیم کارلو آنچلوتی رسید و موفق شد دروازه حریف را باز کند. این بازیکن حالا با رکورد کریستیانو رونالدو برابر شده که پیش از این موفق شده بود تنها بازیکنی باشد که در 3 دیدار اولش با پیراهن رئال 4 گل به ثمر میرساند. این درخشش تحسین و تمجید بسیاری را برای این ستاره انگلیسی به همراه داشت. بسیاری از فوتبال دوستان، خبرنگاران و کارشناسان به مهارت و استعداد باور نکردنی او اشاره کردند و این موضوع درباره همتیمی‌هایش هم صدق می‌کند. بلینگام بعد از پایان بازی چند عکس از خودش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد تا از اینکه بار دیگر باعث پیروزی تیمش شده ابراز خوشحالی و خرسندی کرده باشد و واکنش بازیکنان رئال به این پست جالب بود که برایتان می‌خوانیم. داوید آلابا: این پسر آن فایر است. مارسلو: خدای من این پسر. فدریکو والورده: این عادی نیست، رسوایی. دنی کارواخال: اوه بله. براهیم دیاز: این پسر. کپا آریسا بالاگا: بوم. اورلین شوامنی: پسر ستاره ای. معصومیت وینیسیوس و اینکه رئال شانس آورد. معصومیت وینیسیوس جونیور، ستاره برزیلی رئال مادرید، همزمان با وقفه دیدارهای ملی خواهد بود تا رئال مادرید و وینیسیوس جونیور از این بابت شانس بسیاری آورده باشند. رئال مادرید شب گذشته در چارچوب رقابت‌های هفته سوم لالیگا به مصاف سلتا ویگو رفت و موفق شد با 1 گل از سد این تیم عبور کند. 3 امتیاز این بازی با درخشش و گلزنی دوباره جود بلینگام برای رئال به دست آمد، اما اتفاق تلخی هم برای این تیم رخ داد که باعث نگرانی شدید کادر فنی و هواداران رئال شد. تنها 18 دقیقه از زمان این بازی گذشته بود که وینیسیوس جونیور دچار مصدومیت شدید شد و درد و شرایط به شکلی بود که نتوانست به حضورش در میدان ادامه دهد و به ناچار جایش را با تعویضی زود هنگام به خوسلو داد. این اتفاق با توجه به مصدومیت جدی تیبو کورتوا و ادر میلیتائو باعث نگرانی و ناراحتی شدید هواداران رئال شده بود، چرا که این دو بازیکن به دلیل پارگی رباط صلیبی حداقل تا 6 ماه قادر به حضور در میادین نخواهند بود. مشخص بود که مصدومیت این ستاره برزیلی در این حد شدید نیست، اما مشخص نبود که وضعیت او به چه صورت خواهد بود، تا اینکه آنچلوتی در نشست خبری بعد از بازی در گفتگو با خبرنگاران تایید کرد که وینی تا بعد از وقفه دیدارهای ملی در اختیار این تیم نخواهد بود. به این ترتیب غیبت او در دیدار هفته آینده رئال مادرید برابر خطافه قطعی است، اما شاید به بازی برابر رئال سوسییداد که اولین بازی پس از وقفه دیدارهای ملی شهریور ماه است برسد. به نوعی رئال خوش شانس بود که این مصدومیت در این بازه زمانی رخ داد که آنها فرصت طی کردن روند درمان در حالی که دیداری برگزار نمی شود را داشته باشند. با سپاس از شما گرامیان که تا این لحظه همراه چنل خودتون بودین، لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب ما رو دلگرم کنید و در صورت رضایت این ویدئو رو با عزیزانتون به اشتراک بگذارید. تندرست باشید و بدرود.